زندگی کردن در ممالک غیر اسلامی مشروط به شرط است. یعنی یک مسلمان که خواسته باشد در اروپا، امریکا و کشورهای غیر اسلامی زندگی بکنه، او زندگی مشروط به شرط. برای تجارت می رود، صحیح است. برای تداوی می رود، صحیح است. برای تعلیم می رود، صحیح است. صحیح شد. برای یاد گرفتن یک کسب و کار می رود، صحیح است. برای دعوت می رود، صحیح است. اگر غیر از این 5 چیز این می رود در کشور غیر اسلامی زندگی می کنه، گناهکار است، مشکلاتش بیشتر است و به خاطر یک زندگی آرام اونجا می رود، درست نیست. بنابراین وقتی که جای خطر جان برات نباشد، یک در کشور ناامنی باشد، تو میتونی بری، پس همون مشکلات هم باید قبول بکنی. به خاطر تعلیم میری که یک فن یاد بگیری یا دکتری خوب شوی، انجینری خوب شوی، برو. برای تجارت میری، برو. برای دعوت میری تا دینت را در اونجا برسانی، برو. غیر از او جواز ندارد. ما کوشش بکنیم در کشور اسلامی زندگی بکنیم تا دین ما، حریت ما و خدمت ما برای مردم ما باشد. دقیق شدی؟ هم دین ما محفوظ باشد و هم خدمت ما برای مردم ما باشد. هرگاه ما خواسته باشیم که بغیر از کشور اسلامی در کشور غیر اسلامی زندگی بکنیم که در اونجا تشویش‌های مختلفی به اولادمان پیدا میکنیم، به نسک عبادتی خودمان پیدا میکنیم، به عقایدمان پیدا میکنیم، این رفتن جواز ندارد مگر به 5 حالت. یا برای تعلیم میری، برو درس بخوان تا پروفسور شوی، دکتر شوی، پس به مردمت خدمت کن. یا برای تجارت برو که اقتصادت بالا برود تا پس به مردمت خدمت بکن. یا برای مریض سی تداوی برو که صحت پیدا بکنی. و یا در کشورت ناآرامی است که جانت در خطر است، برو تا که کشورت آرام میشه زندگی بکن. بغیر از او لا یجوز.